یه چیز جالبی که الان اتفاق افتاد، تقریبا همین یه لحظه تو فکرم رد شد، واسه خودم هم جالب بود. الان با احسان داشتیم اینجا کافی میخوردیم، من یه 10 دقیقه اون حواسش نبود، سرش تو گوشی بود، داشتم نگاش میکردم. بعد 10 دقیقه یعنی دیگه قشنگ عمیق تو گوشی. گفتم چیکار میکنی؟ گفت همین سوشال میدیا دیگه، باید بالاخره. بعد واقعا داشتم فکر میکردم، من آیسان 10 سال 12 سال پیش داشت مثلا میگم من تو سوشال میدیا میام خیلی معروف میشم و یعنی بعد داشتم میگفتم خیلی از ما آدما از کسای دیگه از خودمون میپرسیم که راز موفقیت چیه. واقعا میگم موفقیت هیچ رازی نداره. ایشون 10 سال پیش خودش قبول داشت، شب و روز تلاش کرد و رسوند به اون چیزی که آرزوش بود. این رازشه. یعنی که چی؟ یعنی که با چنگ و دندون. خیلی آدم ها یه راه رو میریم، بعد 3 ماه 4 ماه 6 ماه 7 ماه میگم نرسیدیم که ولش میکنیم. 10 سال طول کشید آخر رسید به اینجا. این راز موفقیته. یعنی چی؟ با چنگ و دندون بچسبی، ولش نکنی، به خودت اعتقاد داشته باشی تا به اونجا برسی. این رازش.